درود به شما بینندگان عزیز. در استودیو برنامه نوبتی احساس افکار و رفتار و چون همیشه من مریم دولت و در خدمت شما هستم و همکار گرامی من محمود کبیر همچنان در بر من هستند و ما امروز میخوایم صحبت کنیم اطراف یک موضوعی که گویا که بر روزگار انسان ها تاثیر بی‌واسطه ندارد. گویا که ما هر روز آن رو میبینیم ولی حس نمیکنیم که اون چی هست یا نیست، زیرا یک چیزی است که غیر اختیار ما وجود دارد. ما اونو نظارت کرده نمیتوانیم، ما با او امر کرده نمیتوانیم، ولی هست و زندگی در روی زمین، زندگی یگان موجود در روی زمین به آن نمیتواند باشد. موضوع امروز ما آفتاب است. آفتاب چیست؟ و چرا تمام شاعران ما محبوبه های خودشان را با آفتاب مانند میکردند؟ و کلمه دیگری که در زبان تاجیکی است مهر، نام دیگری آفتاب، هم سینونیم محبت است و هم نام آفتاب است. چرا ما نسبت آفتاب اینقدر توجه داریم ولی در همزمان هستی آن رو نه همیشه حس میکنیم، به قدرش نه همیشه میرسیم و از آفتاب ما باید چرا آموزیم؟ امروز میخوایم اطراف همین موضوع برای شما چیزی گفته باشیم. آفتاب عنصر آتش است البته در کلاسیکای ما، در نیاگان ما، و یکی از سبب هایی که انسان زنده هست. اگر ما دانه گندمی را گیریم و آن را در زمین کشت کنیم، 4 چیز لازم است که سبز شود: آفتاب، هوا، آب و خاک. یکی از اینها نباشد زندگی سبزیش نیست، نمیدهد حاصل. برای همین انسان هم که در درون خود یک رستنی دارد، در درون خود حیوان را دارد و آدم و در انسان هم نیکی و بدی هست و ذره از شور کیهان. البته حیات او وابستگی سخت دارد، حیات متریال وابستگی سخت دارد از آن آفتابی که هر روز به ما روشنی میدهد، به ما گرمی میدهد و یک حالت موازنت کیهانی را با وجود آورده است که زمین می ایستد و حرکت مدار خود را درست می کند. و تصور کنید که در خانه های خود ما می درویم، همه وقت شمع از پیش شمع بود و حالا ما چراغ برقی الکتریکی داریم و ما چقدر منت داریم از دولت که خانه های ما را سبب شده است روشن شدن، یعنی که تامین میکند از برق و بسیار کارهای ما را درست به خانه ها را گرم میکند، روشن میکند، خوراکپزی است آنجا، بسیار کار کردن تکنولوژی درون همه خاندان و کارخانه ها و هاکذا هست. اکنون تصور کنید که ما در طبیعت چنین یک چراغ داریم که در آسمان یکم که به ما روشنی میدهد، به ما گرمی میدهد و سبب هستی ما هست. همین فکر در اول ها آمده بود برای این آدمانی که در تفکر آنها نو به تا همین زینه آفتاب رسیده بود. آنها وقتی که میدیدن که سرچشمه همه گویم که زندگی، کشت و کار، هستی آنها از برآمدن از خونگی های زمستان و همه این آفتاب است، برای همین آفتاب را مقدس می دانستند و آن به درجه آمد که بعضیان از حد گذراندند و اون را به رمز خدایی هم دادند، ولی فکر میکردند که همه هستی، همه چیز همین آفتاب است. ولی که امروز ما در علم حاضر زمان میبینیم که اگر آفتاب را ما از روی استرونومی نگاه کنیم میبینیم که یک پکنه زرد میگویند ژولتی کارلیک حساب می شود. در نزد سیاره های دیگر خرد است، ستاره های دیگر. و آفتاب یگانه ستاره هست که در همین سیستم آفتابی که ما میگوییم که 9 سیاره و آنهایی که در گرد آفتاب شرم از آن جمله زمین، آفتاب ستاره نامیده می شود و 1 میلیون مراتبه از زمین کلانتر است. ما اگر زمین را
1 میلیون زمین در کره است که ما در اطراف آفتاب مونیم که مساحتی را پر کند. تصور کنید که یعنی که نور آفتاب که سرعت حرکتش 300,000 کیلومتر هست در 8 دقیقه تا ما میرسد، چون که 150 میلیون کیلومتر 149 میلیون و 600 هزار کیلومتر آفتاب از زمین دور است و در 8 دقیقه نور آفتاب که میرسد. برای همین ما بگاه اگر نگاه کنیم یا صبح نگاه کنیم یک چیزی در خبات آسمان یک چیزی را میبینیم که اون سبب دیر آمدنی نور آفتاب یعنی که تا همین چند دقیقه هست و برای همین آفتاب هم یک معجزه هایی است که در کیهان وجود دارد. معجزه برای اون است که چون که بعضا اون واقع و حادثه و آموزش هایی که در آفتاب میشوند آنها از دایره عقل حتی هم بیرون هم میشوند. بله واقعا هر چیزی که از معجزات خداوند است ما هم آنها رو با عقل فرا گرفته نمیتوانیم. عقل انسان هرچند یک ذره خداوند است و تمام اون دانش‌هایی که در کیهان هست در ترکیب تحت شعور انسان هم هست، ولی برای باز کردن این قبض‌ها هنوز خیلی وقت لازم است. و آفتاب هرچند چندین عصر است، 1000 ساله است، عالمان با آموزش او مشغول هستند، زیرا یک معجزه هم هست، مقدس هم هست، یکتا هم هست و از این نگاه در ادبیات هم همچون یک تمثال نیکی، تمثال زیبایی، تمثال گرمی تصویر می شود و دوستان خوب را با آفتاب مانند می کنند که دل انسان رو گرم می کند. ولی همزمان وقتی که ما درباره آفتاب سخن میکنیم ما باید به خاطر بیاریم که در سیاره زمین آفتاب به همه چرانی که در کشور ما تقسیم می شود خیلی تقسیم نمی شود. کشور ما در یک منطقه جای گرفته است نسبت به آفتاب که 4 فصل سال با آن برابر می آید و تقریبا 3 ماهی رست می آید. یک ترازوی زیبایی که همه چی جا به جا شده است. از همین لحاظ بهشتی روی زمین میگن. بله واقعا این هم به برکت آفتاب است و موقع جایگیری شوی زمین است. زیرا در سیاره زمین هرچند در اطراف آفتاب چرخ میزند ما انتارکتیدا داریم، منطقه داریم که همیشه یخ بسته است و ما آفریقا داریم، آفریقایی که همیشه آفتاب است و مردمش همیشه در این حرارت سوختند. البته این مردم مجبور میشوند، آدمایی که در این منطقه زندگی میکنند طبیعت خودشان با اون نیروهای میدهد که مطابق شوند. ولی ما وقتی که گرمی آفتاب رو میبینیم که از معیار زیادتر است، مردمی که در این منطقه زندگی میکنند احساساتی هستند. احساساتی زیاد باعث آن میشود که آنها زندگی خودشان رو به قدری که ضرور است میخواهند سرانجام کرده نمیتوانند. زیرا احساسات انسان رو نه همیشه به عملهای پیش میبرد که به منفعت او باشد. احساسات را اداره کرده توانستن برای این مجازی سرد لازم است. ولی آدمانی که در منطقه گرم زندگی میکنند گرم خون هستند و باعث آن میشود که از این گرمی نه تنها به منفعت خودشان بلکه به ضرر خودشان تو اندازه کار میگیرند. از این رو وقتی که ما آفتاب میگیم ما باید در خاطر داشته باشیم که آفتاب مهربانی دارد، نرمی دارد و آتش سوزنده هم دارد. زیرا در تابستان وقتی که ما به کوچه میبریم در کودکی به ما میگفتن که احتیاط شو که آفتاب نزند. ما حیران میشدیم که مثلا وقتی میگفتن که آفتاب میزند میگفتن که آفتاب مشت ندارد، دست ندارد و من چخل میزند. یعنی همون گرمایی که از حد زیاد به جسم آدم تاثیر میکند باعث بیماری انسان میشود و همین معجزه زندگی آفری که در روی زمین است میتواند باعث مشکلات دیگری باشد. البته هر یک چیزی که از حد گذشت زیان و ضرر خود را میرساند. بسیار درست قید کردید که مناسبت ما دانیم که تا چه اندازه آن را یعنی نگه داریم در مناسبت حتی با آفتاب. آفتاب 5 میلیارد سال پیش پیدا شده است. در نتیجه اون که میگویند که در آسمان یک ذره بود، چون نظریه هست در علم و در 1 سانتی متری کوبی این ذره میلیارد تن ماده
جفس که بود وقتی که این ترکیش یافت در نتیجه ترکیش و گردش هایی که از حساب همون شعاع ترکیش صدای ترکیش پیدا شدن آهسته آهسته گردشی گردهای کیهانی ذره های خرد و آهسته آهسته این پیدا شدن این آفتاب رو سبب شد و آفتاب خودش از گاز هست زمین باشد آفتاب مانند آفتاب کدام وقتی بود که این رو در اساطیری میگن در زمانی که پری‌ها و جن‌ها زندگی میکردن یعنی آنها در عالم انا همین بوغی و گازی زندگی میکنن و زمین مستحکم شد یعنی ماده های دیگری آن پیدا شدن که سبب مستحکمی شد ولی در آفتاب هنوز الیمنت های اولی مندلیف یعنی هیدروژن و گلی هست کمی اکسیژن و متال ها هستند و همین طور جمع شد و سه قبط دارد آفتاب یعنی قبطی گوییم که بالای آن شعاع‌های او هستند و دویم قبط منتی آن است که در آن حالت پلازمایی است و یادروی آن که در آنجا کارهای ترمویدری میشوند یعنی که ساخته میشوند الیمنت های شیمیایی در بالای آفتاب 5600 گرادوس سلسی هست گرمی و در درون آن باشد قریب 15 میلیون گرادوس الان تصور کنید که در کدام حالت آفتاب قرار دارد و وقتی که عالمان یکمین بار آفتاب رو آموزش کردند دیدند که آفتاب آن یاد می آورد آن گفته های رسولانی رو که از خدا آمده بودند و می گفتند و دیدند که در آنجا چاه‌هایی هست همون سیاهی های تاریکی هایی که ما میگوییم که در آنجا یعنی که هوا نمیرسد که سوزش به وجود بیاید و همین سببی پیدا شدن موج‌های الکترومغناطیسی می شود و که زمین را ناراحتی میارند و در زمین حالت‌های جنگ‌ها و افزودن بیماری‌ها دیده می شود یعنی که تاثیرات آفتاب نه تنها به حالت بیولوژی ما هست بلکه به حالت سلامتی ما هم یعنی که تاثیر دارد و به حالت اجتماعی ما هم و آفتاب که ما گفته بودیم در یک برنامه که زمین در یک روز 2 مرتبه نفس میگیرد آفتاب در 11.5 سال قریب پس یک نفس الکترومغناطیسی میگیرد و نفس الکترومغناطیسی وقتی که نفس الکترومغناطیسی میگیرد کمتر وسیع میشود آفتاب سبب آن میشود که در اینجا جبیده میشن بعضی گازهای دیگر به مرکز او و همین وقت همون داغ‌های سیاه در آفتاب پیدا میشوند یعنی که نارسایی هوا میشد گاز سوخته نمیشد و این به مانند آن است که اگر که بعضی ها دیگدان یا چکدانی دارند که نان میپزند و میبینند که بعضا از نارسایی هوا آتش علاوهش گم میشود و گرمی سیاهی آن میماند انا همین طور در همون داغ‌ها پیدا میشه که مسافه آنها مانند از زمین هم کلانتر از سیاره زمین و وقتی که نفس میگیرد و پر میشد باز از قواهای الکترومغناطیسی تا اینکه آن قواهای الکترومغناطیسی مانندی که ما میدونیم که قورباغه و بعضی آب خاکی ها و غوک ها با پوست خود نفس میگیرند مثلا درختان با پوست خود نفس میگیرند عضوهای نفس کشی ندارند آفتاب هم به تمام هستی خود از همان قواهای الکترومغناطیسی کیهان نفس میگیرد و برای ساختمان ان همان گوییم که الیمنت های شیمیایی به مانند هیدروژن و گلی تا اینکه سوزش پروسس روش سوزش در آن باشد و اکنون تصور کنید که آهسته آهسته گرمی آفتاب زیاد شدن میگیرد 5 میلیارد سالی که هست بعد 7 میلیارد آفتاب خرد شده متاسفانه نیست میشود شاید در این وقت انسان ها به سیاره های دیگر کوچند و در آنجا زندگی خود را برند واقعا بسیار چیزای عجیب رو گفتید چیزایی که گذشته بودند و آینده هستند و امروز هم هستند زیرا امروز هنگامی که درباره طبیعت درباره پیشگیری هوا میگن معمولا میگن که دوره فعالناکی آفتاب است یا دوره
نرمی آفتاب است. دوره فعالناکی آفتاب رو پیشکی آگاه میکنند برای آدمانی که بیماری های گوناگون دارند و از این دوره فعالناکی آنها میتونن اذیت کشن. آنها که فشار بلند دارن، آنها که دلشون بیمار است، میگن که موج الکترومگنیتی بلند شدند و آنها باید داروهای خودشون رو بخورند. یعنی هنگامی که ما آفتاب میگیم هرچند معجزه است، هرچند مقدس است، ولی معنی نداره که اون یک چیز، یک موجود یک رویه است. یعنی مخصوصیت گوناگون دارد. همزمان نرسیدن آفتاب هم باعث بیماری می شود. مثلا نرسیدن ویتامین دی یک از سبب‌هاش کم رسیدن آفتاب است. به کودکان خردسال که میگن کسلی رخیت پیدا میکنن ویتامین دی نمیرسد. اونجا البته راه‌های دادن ویتامین دی هست، ولی یکی از راه‌های بهترینش اون است که این کودک در ساعت‌های معین در آفتاب باشد. نه در آن ساعتی که سوزنده است، بلکه در حالتی که آفتاب نرم تر است و انسان باید آفتاب بخورد. درست قید کردید. البته در ساحه‌های گوناگون تاثیرات آفتاب بسیار سخت است. ما می‌دانیم که فصل‌ها از حساب گردش آفتابند، تاثیراتی بر روی زمین. ما می‌دانیم که ماه‌ها از آدمانند، از اجتماعاتند، هفته، ولی روز، شبانه روز ساعت‌هاش باز از آفتاب هستند، ولی دقیقه و ثانیه‌ها از اجتماعات هستند که انسان‌ها اینا را استفاده می‌برند. به هر حال بسیار تاثیر عمیق، تاثیر خوبی دارد و این حتی که در بینیتش خیلی قید کردید، نوروز ما هم وابسته به گردش آفتاب است. ما اینو باید بدانیم. برای همین با عید مهرگان است به غیر از این. و یکی از سمت‌های طب هست که آن رو ما میگوییم گلیومدیسین، یعنی که طب آفتابی هست که وابسته از شعاع آفتاب البته در کودکان رو از پیشگیری بیماری‌های رخیت، آدمان سست و ضعیف رو مثلا قوت بخشیدن به واسطه این و مخصوص باز توابط‌های فیزیوتراپیوتی هستند که در آن نور آفتاب رو صنعی می‌سازند و آن رو استفاده می‌برند. و ما می‌دانیم که گرمی آفتاب در بسیار بیماری‌هایی که مجازی خنک دارند بسیار خوب فایده می‌رساند. عموما در آفتاب گشتن، سیر و گشت کردن ساعت معینی منفعت زیادی دارد، ولی اون که از حد گذرد میتواند ناراحتی بیارد. بعضی آدمان هستند که با آفتاب در حالت جنجال قرار دارند، یعنی آفتاب رو برداشت نمی کنند. با آفتاب با آنها تاثیر سخت ناراحتی میرساند، عصبشان ناراحت میکند، به فشار آنها را بلند میکند. عموما این آفتاب باز یک نشاندادی حالت سلامتی آدمان هم شدن میتواند. در روانشناسی باشد آفتاب چنان تاثیر دارد که ما خلیریک نام یکی از نوع‌های همین عصبی که مزاجی که انسان اینه که با واسطه حسابی پدر تیبوقراط حساب میکنیم، از اون است که در او همین گرمی زیاد است و ظهورات گرمی در بدن انسان در زرده زرد است که ظهور میکند و آدم را ناراحت میکند. یعنی که آفتاب به جگر تاثیر رسانده سبب بسیار حاصل شدن زردی، یعنی که زرده می شود. بعض این حساب میگویند که از حساب نقطه نظر طب کلاسیکی تاجیک آنها برای همین عصبانی و ناراحت هستند. برای همین امروز ما سبب گفتن ما در این موضوع در آن بود که ما امروز بیننده گرامی را باید آگاه سازیم که مانندی که با نزدیکان خود، با چیز چاره خود، با اطراف، با اون چیزهایی که سبب زندگی و هستی هستند، باز با آفتاب هم یک آداب مناسبتی داشتنشان شرط و ضرور است. بدانند چطور مناسبت کنند که مثلا برق برای ما اینقدر خوب است، ولی اگر به اعتباری کنیم و رعایت نکنیم قاعده آن رو، میتواند که سببی جزا و سبب حتی مرگ انسان هم شود. و آفتاب هم در همینجا چنین است. بدانند و مردم ما، پیش نیاگان ما با آفتاب سلام میدادند، ولی آفتاب را نگاه نمیکردند، آن را احترام میداشت، چون که نگاه کردن با آفتاب سبب ناراحتی بینایی انسان می شود و با آفتاب حساب و کتاب میکردن روز خود را و همه وقت یک احترام نسبت به او داشتن. هر کی صدقاً سلام دهد و احترام خوبی به آفتاب گذارد، این سبب آن می شود که مناقشه بین انسان و آفتاب برهم میخورد، به هیچ وقت از او ضرر نمیبیند. واقعا چنین است. حتی یک گروه بیماران هستند که از آفتاب
رو دیدن اصلا نمیتوانند. مثلا در فیلم هایی که افسانه‌ای که امروز نشان میدن به نام وامپیر میگن که آنها از نور آفتاب آنها به هلاکت میرسند در ساعتی معین اگر در زیر آفتاب باشند. واقعا این افسانه حقیقت دارد، زیرا همین گونه آدمانی هستند که در ترکیب خونشون چیزی دارند که از نور آفتاب ترکیب خون آنها را به حالت می آورد که به حالت بیهوشی دردسر سخت گرفتار میشن و امیدوارم هستم که طب امروزه این چیز را الان میداند، چون در عصرهای قدیم این رو نمیدانستند و این آدمان رو همچون وامپیر، همچون آدمان شبگرد در یک حالت بهای منفی داشتن اینها و نسبت آنها بس که نمیدونستن چی و گمان میکردن که اینا خونخور هستند و غیره و درباره آنها افسانه های زیادی گفته شدند و در اساس این افسانه ها امروز فیلم های فانتاستیکی به نوار گرفته میشوند. این یک چیز دیگر است. و یک چیز دیگری که من میخواستم امروز در صحبت خودمون بگویم، برای من مثلا آفتاب این نشان سخاوت است، یک تمثال سخاوت است. و اگر انسانی که بعضی آدما رو میگن که солнечные люди، آدمان آفتاب رنگ میگن، گپ در باره چهرهشون نمیرود، گپ در باره بله طبیعتشون میرود که چون آفتاب روشن هستن، یعنی آنها خیلی سخاوت دارن. سخاوت به چه معنی؟ سخاوت هر شرط نیست که در سخاوت ما به کسی مال و پول بدهیم. یک مهربانی، یک تبسم هم تحفه است، سخاوت است و این آدمان هر کاری میکنند میگذارند و میروند، یعنی پس اون نمیگردن که من به کسی چیزی دادم. و آفتاب هم چنین است. آفتاب هر سحر میبراید، عالم رو روشن میکند، برای موجود روی زمین عمر میبخشد، با آنها مهربانی میکند، آنها که سردی شبانه خسته شدن آنها رو گرم میکند، اونجایی که در مردم از تاریکی مانده شدن با آنها روشنایی میبخشد و حساب کتابی ندارد. با آنها سوال نمیدهد که من اون چی به تو دادم بازگردان. استاد ترسونزاده در یک شعر عجیب خودش زن رو با آفتاب مانند میکند. میگه رعد اگر طوفان کند گویند کار آفتاب، باد اگر ولقان کند گویند کار آفتاب. بعد مصرع بعدش است که زن هم آفتابی بوده است، کار او هم دلبری و هم دلخرابی بوده است. یعنی آفتاب یک تمثال عجیب است و وقتی که ترسونزاده درباره پیوند زن و آفتاب میگه، واقعا شاید احساس مادرانه زن که چون آفتاب همه چیزش را به فرزند میبخشد و همه چی در مهربانی به حد و همتاست و به عوض مهربانی از فرزند چیزی دعوا ندارد. و واقعا آفتاب از این رو برای ما یک تمثال زیبایی اگر باشد از یک طرف، از طرف دیگر تمثال بخشندگی است و ما از او بسیار چیزها را میتوانیم بیاموزیم. در خود آفتاب رو هنوز متأخر نآموخته ایم و خصلت‌های او هنوز هم در سطح آموزش است و چیزهایی داریم که ما از آفتاب بگیریم و اون چیزهایی داریم که ما با آفتاب برگردانیم. اگر ما با او مانند باشیم، اگر ما چون پرسخاوت باشیم، اگر ما چون او بخشنده باشیم و اگر ما چون او که کلمه مهر با او مانند است، مهر که داریم در ضمیر خودمون اون رو پرورش کنیم و با دیگران تقسیم کنیم، واقعا شاید اینجا همون شکرانه میشد، شاید اون قدرشناسی میشد نسبت آفتاب که این قدر برای انسان روی زمین چندین میلیارد سال خدمت میکند، انسان رو به وجود آورده است، انسان رو امروز تربیت میکند، احتیاط میکند و روزی او رو تامین میکند، روزگار او رو تامین میکند، چون یک مادر مهربان و چون همان مادر مهربان هنگامی که ما از اعتدال میگذاریم سختگیری هم دارد. موردی هست که باید ما رو تربیت کند. در یک فیلم نیکولین میگوید که والونتاریسم هم در برنامه آید به زمین هم زن رو و زمین مانند گردید. امروز هم از زن رو با آفتاب پس مرد کی باشد، ولی آفتاب تجسم کننده مرد است. هرچند که من فکر میکنم استاد میرزا ترسونزاده نهایت شخصی بود که توانست در یک زینه معین مناسبت عائله داری رو بیارد و اون رو یک فرهنگی بسازد. او شاعر البته همه وقت یک تمثیل کننده، یک زیاد نشان دهنده آن چیزی. یعنی شما حمایت میکنید و آفتاب رو مال مردها میگید. گپ در سر ایناست که چرا مثلا استاد ترسونزاده و بسیار شاعران دیگر هم زن رو با آفتاب مانند میکنند. گپ در سر ایناست که وصف زنان کی بودن؟
مردم زنان رو وصف کردن و اون چیزی که از زن گرفتن در تمثال آفتاب یا ماهتاب یا ستاره، بله، آنها رو به هم قیاس کردند و سبب مثلا این تمثال رو استفاده بردن استاد ترسون دادم همین است که گرمی که از زن گرفته است، گرمی که محبتی که از زن گرفته است، اون رو چنین قدر شناسی میکند. به هر حال بیننده گرامی خودش فکر کند، خودش به خلاصه بیاد. البته درست است، شما هم طبیعت شاعرانه که دارید، همه وقت در یک دیدی گویم که تمثیل یک دیدی گویم که تجسم کننده، یک دیدی که شباهت و همشبیهی بسیار چیزا میدونید. البته این طبیعت شاعرانه شما هست. به هر حال این خوب است، این نغز است که ما بینید چقدر فصاحت و مساحت وسیع تفکری ملی داریم که از هر طرف میتواند یک چیزی را هزارها نمود شرح دهد و شرحهای باز درست دهد. به هر حال امروز ما خواستیم که بیننده گرامی، هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان، کسانی که ما را در جهان میبینند و میفهمند به زبان فارسی و دری تاجیکی دارند، میدانند که آفتاب هم یکی از جزوی جدا نشونده هستی ما هست و به خود یک مناسبت خاصه و یک آداب والای را طلب میکنند. بله، در واقع چنین است. در اینجا برنامه ما به انجام میرسد. هر چیزی میتوانستیم، هر چیزی در ذهنمان بود به خاطر شما در موضوع آفتاب گفتیم و برای شما آرزو داریم که چون آفتاب روشن باشید، آفتابی باشید و از برکت آفتاب هر چیزی که میتوانید بگیرید تا سعادتمند باشید. در اینجا با شما خیر و منظور میکنیم تا برنامه آینده در تلویزیون سفینه. آباد باشید.